سلام برای بچه خبر. آقا امروز قرار خاطرات بچگی شما رو به صورت کاملا جدی و خشن به چخ بدیم و این فیلمایی که الان قراره با هم ببینیم خیلی داغونن، خیلی. پس اگه جنبه ندارین یا روحیتون ضعیفه اصلا این فیلم‌ها رو نبینید. و امروز دیگه از باب اسفنجی هیچ خبری نیست. باب اسفنجی رو انداختیم دور و توی این ویدیو قراره هر چی کارتونی که میشناسید و متاسفانه بهتون نشون بدم، از تام و جری گذشته تا هزار تا کارتون دیگه. خیلی خوب، دیگه حرف اضافی بسته، سریع بریم با هم فیلم‌ها رو ببینیم. خیلی خوشحالم می‌کنید همین الان انگشتای خوشگل و زیباتون رو روی دکمه لایک و مخصوصا اون یکی سابسکرایب کلیک کنید تا عضو خانواده زیبا و خفن ما بشید. و اگه کامنت چیزی هم داشتین حتما این زیر بنویسید. حتی اگه کامنت هم نداشتین یه دونه قلبی چیزی توی کامنت‌ها بذارید، خیلی خوشحال میشم. عشق منین. بریم سراغ ویدیو. خیلی خوب برابرش، قبل از اینکه بریم سراغ قسمت اصلی و وحشتناک ویدیو، من یه انیمیشن پیدا کردم راجع به یه کارتونیه که این کارتونش خیلی معروفه و مطمئنا فکر کنم همتون دیدینش، که اومدن این کارتون رو دستکاریش کردن که خیلی باعث شده سر صدا کنه و مثلا همه بیان هیت بزنن از این حرفا. تو بریم با هم ببینیم. بی خیال. When counting, it's nice to almost think of it as a fun song to sing along to. ببین با کارتون بچه‌ها چی کار میکنن آجی. اینو ناموسن یه بچه ببینه چی فکر میکنه آجی. من این کارتونشو Let's دیدم. begin with our first song now. این باباشونه. Try to repeat after me. 1, 2, این مامانشه. بیا 3. مامانشو کشت. Let's try that once more. چی شو؟ You're doing wonderfully. Repeat after me. مامانش هم خورده چه انصافا. 1, بچه 2, وای 3. چی شو؟ Great work. خلاش بود. You can proudly say, I can count to 3. وای 1. خیلی خوب، حالا رسیدیم سراغ قسمت اصلی این ویدیو. فقط امیدوارم کسی سکته نکنه وسط این ویدیو. خدایا خودت رحم کن. خب از اولش مشخصه چی قراره ببینیم. وای با این خرگوشه شوخی نکن. وای تام و جری. وای قسمتش یادش بخیر. وای اینو آجی برگام. نو چی تو حالا همچین چیزی ندیدم تو عمرم. یا خدا چیه میسازن؟
این معلومه چجوری اصلا چجوری میشه اینو ادیت کرد آجی؟ نکنه اینو واقعا قسمت های واقعیش باشن. الان این چجوری میشه ادیت کنی؟ من اصلا تا ندیدم این صحنه هاشو. وای امیرش هم خیلی مشکوکه. من فکرم امیرش این چی؟ یعنی صدر رحمت باب اسفنجی؟ چیه این؟ نمیفهمم. فکر کنم یه پیامی چیزی. وای من از اینو میبینم خیلی استبدی بهم دست میده. یا داره یه نوزاد رو نشون میده. چیه این فیلمه؟ من نمیفهمم. وا این میگ من همش میدونستم این آخر یه بار باید بمیره. وا اوه مای گاد. آقا من برم این چشام و مغزم رو با وایتکس بشورم، زود برمیگردم. چی بود اینو انصافا؟ خیلی خب بچه‌ها اینم از این ویدیو. من یکی واقعا دیگه نمیتونم صحبت کنم، الان قشنگ لال شدم. چی بود این انصافا؟ آقا تا فیلم‌های بعد خدا نگهدار. لایک و سابسکرایب خواهشاً فراموش نشه. عشق من این. خدا نگهدار.